تسلا سایبر تراک. در واقع سایبر تراک اومد که مرز بین وانت، SUV و حتی سوپرکار رو کاملا پاک کنه. فولاد ضد گلوله فوق مقاوم، طراحی آینده نگر و پرفورمنسی که مرزهای وانت و سوپرکار رو با هم ترکیب میکنه. سایبر تراک در 3 نسخه به بازار عرضه شده. نسخه اول نسخه تک موتوره یا ریر ویل درایو که 315 اسب بخار قدرت موتور داره، شتاب 0 تا 100 حدود 6.5 ثانیه، برد حدود 400 کیلومتر با یک بار شارژ و قیمت پایه این خودرو حدود $60,000 کانادا که به پول ما یک چیزی حدود 3 میلیارد و 800 تا 4 تومن میشه. نسخه دوم یا دو موتوره آل ویل درایو که 600 اسب بخار قدرت موتور داره، شتاب 0 تا 100 حدود 4.1 ثانیه، برد 515 کیلومتر و قیمتی حدود $80,000 که به پول ما حدود 5 میلیارد تومان میشه. و نسخه سوم یا سه موتوره که معروف به سایبر بیست است که قدرت موتور 845 اسب بخار داره، شتاب 0 تا 102.6 ثانیه، برد حدود 550 کیلومتر و قیمت $100,000 این خودرو که به پول ما حدود 6 میلیارد و 200 میشه. حالا سوال اصلی اینه که آیا سایبر تراک واقعا انتخاب منطقی برای بازار هست؟ در ادامه تست و بررسی کامل این خودرو رو خدمتتون ارائه میدم. فرمون این خودرو مثل فرمون ماشین ما سنتی نیست، به شکل مکانیکی باشه، استیر بای وایر هست. تمام تنظیمات اینجا از نمایشگر هست. اینجا کلاس ماشین رو میبینید، اینجا میذارید آن و آف ماشین از این قسمت هست. آینه وسط این ماشین برام خیلی جذابه، نگاه کنید کاملا با آینه های خودروهای عادی متفاوته. راهنمای این ماشین اینجا خبری از دست راهنما کلا نیست، یعنی راهنماش از این 2 کلید هست. تنظیمات خود فرمون تماما از قسمت نمایشگر هست. شتابش هم با هم دیگه نگاه بکنیم، ببینید الان اینجا سرعتمون 54 کیلومتر در ساعته و یه گاز که میدین شما کاملا به اصلا صندلی میچسبید. شتاب فوق العاده ای داره، همونطور که گفتم با یعنی 3 موتور این عرضه میشه، 400 اسب بخاری، 600 اسب بخاری و 800 اسب بخاری. تعویض دنده شما اینجا هیچ قسمتی برای دنده نمیبینید. شما میتونید با اسلاید کردن این به سمت عقب، کشیدن عقب، دنده عقب دارید و پی اینجا در حالت پارکه و اگر میخواید حرکت بکنید دنده رو در حالت دی قرار بدید به سمت بالا میکشه که الان میتونیم به سمت جلو حرکت کنیم. یه نکته ای که داره اینه که با مود آفرودی این ماشین شما میتونید از آب عبور کنید تا عمق 76 سانت با ایجاد فشار مثبتی که در باتری داره. بدنه این خودرو از جنس فولاد ضد زنگ، به گفته خود شرکت تسلا ضد گلوله هست برای گلوله های 9 میلیمتری. کلا ابعاد ماشین رو در مقایسه با تویوتا رف4 اون طرف میتونید ببینید. العاده ماشین بزرگیه، نگاه بکنید در مقایسه با یه خودرو SUV مثل رف4. بریم قسمت بار عقبش رو با هم دیگه ببینیم. اینجا جای تنظیم داره. الان شما اصلا کلا قسمت بار رو نمیبینید، ولی اینجا با تنظیمی که داره شما میتونید این دکمه رو در اینجا فشار بدید، فضای بار عقبش رو ببینید. 1 تن و 100 قابلیت بردن بار داره این ماشین. 5 تن هم قابلیت یدک کشیدن داره. یه بار دیگه اینو میزنیم و کلا دیگه بسته میشه. تونیم این رو جایگزین وانت‌های خودمون بکنیم. من خودم در نظر دارم که جایگزین وانت کارا بکنیم این رو، با توجه به اینکه قطع تولید شده تقریبا 1 تن و 100 هم برامون بار میبره دیگه. یه جنبندی اگر بخوایم داشته باشیم اینه که اگر به دنبال یه پیکاپ آینده نگر با هزینه نگهداری پایین، عملکرد فوق‌العاده و طراحی منحصر به فرد هستید، سایبر تراک قطعاً جزو گزینه‌های خاص بازاره.
اما فراتر از قیمت خرید و مشخصات فنی که خدمتتون گفتم، از نظر هزینه اگر بخوام بگم، هزینه سایبرتراک خب جذاب، سرویس‌های دوره‌ای بسیار محدود چون خبری از تعویض روغن نیست. هزینه شارژش در هر بار شارژ حدود 1 میلیون تومان به پول ما. تنها هزینه اصلی که این خودرو داره تعویض تایر و احتمالاً سیستم تعلیقه و به طور میانگین هزینه نگهداری سالانه سایبرتراک تقریباً 30 تا 40% کمتر از یک پیکاپ بنزینی مشابه است. از نظر کاربرد خب بسته به محل زندگی و زیرساخت‌های موجود به اون محل زندگیتون وابسته است و در آب و هوای سرد خب کمی افت برد در زمستون طبیعیه، ولی همچنان عدد قابل قبولی رو ازش مشاهده می‌کنید. از نظر بازار سرمایه خب در ابتدایی که این خودرو عرضه شد به دلیل عرضه پایین و تقاضای بالا یه مقدار قیمت‌ها در بازار ثانویه بیشتر از قیمت شرکت بود و نسخه‌های اولیه سایبرتراک در آمریکا تا 30% هم بالاتر از قیمت کارخونه معامله میشد. به صورت کلی خب خودرو جذابی بود همونطور که مشاهده کردید و یه مقداری حس تازه‌ای از رانندگی